صبر هنگام بیماری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. از مادرمان عایشه خداوند از او راضی باد روایت است که وی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم درباره بیماری طاعون پرسید. آن حضرت صلی الله علیه و سلم او را با خبر ساختند که طاعون عذاب بوده که خداوند آن را به کسی که می‌خواست نازل می‌نمود و خداوند آن را برای مؤمنان رحمت قرار داده است. پس هیچ بنده ای نیست که در برابر طاعون قرار گیرد و در شهر خود صبر نموده از خدا مزد بطلبد و بداند که به وی جز آنچه که خداوند برایش نوشته مقرر نموده است نمی رسد، مگر این که به وی مزد شهید ارزانی می شود. روایت بخاری. دوستان عزیز، در این حدیث مادرمان عایشه خداوند از او راضی باد از پیامبر درباره بیماری طاعون می پرسند. طاعون یک نوع بیماری سرایت کننده بود، به مانند بیماری کرونا و دیگر بیماری های سرایت کننده که تیز پهن گشته همه را آلوده می کنند. و وقتی که مادرمان عایشه خداوند از او راضی باد از پیامبر پرسیدند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که طاعون عذابی بود که خداوند به کسی که می‌خواست نازل می‌کرد و خداوند آن را یعنی طاعون را برای مؤمنان رحمت قرار داده است. یعنی برای کدام مؤمنان رحمت قرار داده است؟ البته برای آن مؤمنانی که وقتی که به این بیماری گرفتار میشوند و صبر میکنند، صبر کرده از شهر خود بیرون نمی برایند. ببینید پیامبر گفتند که در شهر خود صبر نموده از آن بیرون نمی برایند تا که دیگران را به این بیماری سرایت نکنند. دوستان ببینید از این حدیث به ما معلوم می شود که پیامبر صلی الله علیه و سلم 14 عصر پیش درباره کرانتین توصیه دادند به ما که وقتی که شخص مسلمان بیمار می شود از شهر خود بیرون نرود تا که دیگران را سرایت نکند. و این مؤمنان می دانند که آنچه که خداوند مقدر کرد، آنچه که در تقدیر نویست، از آن چیز زیاد به این ضرر نمی رسد و منزلت چنین شخصان به منزلت شهیدان برابر می باشد، چون در آخر حدیث گفتند که به وی مزد شهید ارزانی می شود. یعنی وقتی که شخص مسلمان به چنین بیماری های سرایت کننده گرفتار شد و او صبر کرد و او می داند که آنچه که خداوند مقدر کرد در تقدیر نویس از این نه زیاد و نه کم به او نمی رسد و این شخص صبر کرده در شهر خود باقی ماند، بیرون نبرآمد از شهر خود تا که دیگران را سرایت نکند و اگر در این حالت از دنیا گذشت، با سبب این بیماری از دنیا گذشت، درجه او به درجه شهیدان برابر است. پس دوستان عزیز، هر بیماری که به بنده مؤمن می رسد باید او در پی طبابت آن باشد و شفا را تنها از خداوند بداند، چون که شفا دهنده خداوند است. و گاه هم می شود که شخص با سبب این بیماری این دنیا را ترک می کند. اگر او صبر کند، این را تقدیر خدا داند، انشاءالله مزد شهیدان را می گیرد، درجه شهیدان را می گیرد، چنانه که در این حدیث پیامبر چنین خبر دادند. ببینید دوستان، با صبر کردن در بیماری ها درجه شخص عادی به درجه شهیدان برابر می شود. این هم یکی از نعمت های پروردگار است و هر بلای و آفت، هر بیماری که مسلمان به آن گرفتار می شود، این برای او یک رحمت است. اگر او صبر کند و این را از تقدیر خداوند بداند و راضی باشد به این تقدیر،
انشاءالله خداوند درجه او را به درجه شهیدان برابر میکند. پس در آخر دعا کنیم که خداوند به همه بیماران شفای کامل نصیب گرداند و صبر جمیل به آنها نیز نصیب بگرداند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.